با سلام، من امیرحسین افتخاری هستم. امروز میخواستم درباره خرید کارت گرافیک انویدیا تو رنج قیمتی 10 الی 15 میلیون تومان راهنماییتون کنم که بدونید کدوم کارت گرافیک برای کاربری گیمینگ بیشتر به دردتون میخوره توی این رنج قیمتی. اولین بحثی که باید در نظر بگیرید اینه که حاضرید شما کارت 3-4 سال پیش قوی و پرچمدار رو بگیرید و یا میخواید یه کارت گرافیک میان رده آکبند خریداری بکنید. بعد از اینکه به این بحث فکر کردید و ریسک اینو به جون خریدید که ممکنه اون کارتی که شما میخرید ماین شده باشه، بعد درباره این صحبت کنیم که شما تو رنج 10 الی 15 میلیون تومان کلا دو تا انتخاب بیشتر نداری که جز کارت های خوبی هستن. یه دو کارت 1070 که کارت خیلی خوبی هستش، تو سال 2016 و 17 جز کارت های پرچمدار بودش و کارت بی‌نظیر بود برای سال خودش، ولی متاسفانه دیگه ماینرها هجوم آورده بودن و این کارت ها میتونم بگم 80%شون حداقل ماین شدن. و کارت دیگه ای که میتونید بگید شما 1060 رنج قیمتی حدودی 10 تومن الی 12 تومن داره که اینم کارت خیلی خوبی هستش. میشه گفتش که تمامی بازی روز رو به راحتی اجرا کنه، ولی از قدرت هیچ موقع به 1070 نمیرسه، چون 1070 یک کارت پرچمدار سال 2017 هستش. بعد از اینکه شما اینو فهمیدید که میخواید 1070 ورده یا 1060 یا میخواید کارت آکبند ورده، شما تو آکبند انتخاب بیشتر جز 1660 و 1660 سوپر ندارید. شما هیچ موقع نمیتونید از اینا بالاتر بگیرید، چون که متاسفانه کارت گرافیک های آکبند تو ایران قیمت نجومی دارن و دیگه نمیشه اصلا به اونا فکر کردش. شما تو رنج 10 تومن میتونید کارت گرافیک های پلیت رو بگیرید، 1650 که کارت گرافیک های خوبی هستن، حدود 10 تومنن، میتونن بازی روز رو اجرا کنن، اکثرا هایی به بالا و FPS 60 بیشتر بدن و کارت گرافیک خوبی هستن، خنک هستن و این و شما یه انتخاب دیگه هم دارید. اگه دنبال برند باشید میتونید برید کارت گرافیک های 1650 ایسوس بردارید که قیمتشون 15 تومنه که باید با خودتون کنار بیارید. دوست دارید قدرت کمتری داشته باشید نسبت به پولی که پرداخت میکنید یا قدرت بیشتری داشته باشید و برند بدتری داشته باشید؟ البته اینکه میگم برند بدتر یعنی که از سهم بازار فروش تو ایران الان برند پلید تو دنیا برند خیلی معروفی هستش، ولی تو ایران متاسفانه بازار فروش خوبی نداره و تازگی ها اومده تو بازار ایران قدم گذاشته. انتخاب بعدی که شما دارید تو اون بازه تو قیمت 15 تومن یه دونه 1650 سوپر فقط دارید. 1650 سوپر نسخه پیشرفته تر 1650 که قدرتش نسبت به 1650 خیلی بیشتره و حدود قدرتی در حد 1060 داره که تو دست دوم بهتون گفته بودم. کارت گرافیک خیلی خوبی هستش، دماش خوبه، تقریبا میشه گفتش که 90% بازی ها رو میتونه تو های به بالا و یا اولترا به راحتی بالا بیاره و در ضمن حافظه این کارت گرافیک 1650 و 1660 سوپر 1650 سوپر 4 گیگ و حافظه 1060 و کارت 1070 به ترتیب 6 گیگ و 8 گیگ که از نظر من به شخص اگه کسی بتونه کارت گرافیک 1070 بخره که ماین نشده باشه خیلی ارزش زیادی داره، چون که تا الان که سال 2021 ماه آخرش هستیم داره براش آپدیت درایور میاد که بتونه همه بازی روز رو به راحتی اجرا کنه، در صورتی که الان کارت 1070 میتونه تو کیفیت اولترا بازی فورزا هورایزن 5 که جز یک از سنگین ترین بازی دنیاسو حدود 60 فریم بده که کار هر کارت گرافیکی نیستش تو بازار. پیشنهاد اول من کارت 1070 به شرط اینکه ماین نشده باشه. پیشنهاد دوم من کارت 1650 سوپر برند پلی، چون که از پلی بیشتر نمیشه خرید تو این رنج قیمت. پیشنهاد سوم من
کارت گرافیک 1060 که اونم اگه ماین نشده باشه، نفهم دقیق این ماین نشده باشه. و پیشنهاد آخر من کارت گرافیک 1650 که برای کسایی که فقط عشق آکبند بودن دارن. من پیشنهاداتمو گفتم، ایشالا که براتون ارزش داشته باشه. اگه از ویدیو خوشتون اومدش لایک کنید، سابسکرایب کنید. ممنون میشم که یه دونه کامنت مشتی هم زیر پستمون بذارید. متشکرم که چشای نازنینتون به این ویدیو اختصاص دارید. متشکرم.